خب توسط ایما. الو. السلام علیکم. و علیکم سلام. اکه سلام شما. بله بفرمایید، شما در پخش زنده قرار دارید. سلامتی خوبه اکه سلام. شما را ما گوش کرده استم، حیران شده استم اکه سلام. برای چی؟ برای گفتن که امی یوتیوب خاموش کنید بعد صحبت کنید. یوتیوب خاموش کنید. در دولت تاجیکستان هستین که همین گپا را میزنه. در دولت تاجیکستان هستیم که همین گپا را میزنیم؟ بله این هم یک سوال یادی. یعنی امروز ما بیرون از تاجیکستان مهاجر هستیم، نیستیم داخل تاجیکستان نیستیم. برای همین قدر اکه سلام. برای یک نداریم گپ زدن. یک کیلو روغن شیرت اسلام گپ زده ملت خطا فروخته سعی. هیچ خیلی وجدان داری. باور کن نمیدونم در مقابل خود چی بگم. در مقابل من هیچ چیز نگفتن نمیتونی، برای که برای یک بردنلان میگم، برای یک خب یوتیوب خاموش اول حالی از ملت کنار بگذار. اول حرف گوش کن، یوتیوب خاموش کو بگپ زن خواهش میکنم. خاموش کردگیم یوتیوب ندارم من. خب ما گجای ملت فروختیم، بیا داخلی بحث میشیم. اگر بدون تأخیر دشنام رفتیم ما گجای ملت فروختیم. آخه چی گپ زده شکی؟ سوال تمام. فرق بین ملت از حکومت چی است؟ همین یگان فرقی داره یا که نه؟ پس داده شای روبرا پس. من میگم که خودت میگوی به فرق بین ملت از حکومت چی است؟ یگان فرقی داره بین همین دو تا مثال یا که نه؟ سوال یادی کی سالمون ارمیا رفتگی است خدمت کردگی است. من میگم که فرق بین ملت از حکومت چی است؟ میگه ارمیا رفتگی است. سوال میفهمی مشکلی داری در فهمش؟ ما مشکلی ما فهمیده سان. خیلی فرق نمیتونی گفتم. برای ما بگو، من اثبات بکنم که ملت کی فروخته است، دین کی فروخته است، زمین کی فروخته. سوال ما را جواب ما در اون مرحله میرسیم. ما میتونم بحث برای چی زمینای امیر صحبت رفته سه. ما اموج ارمیا خدمت کردگی بدم یگان زمین پامین فروختگی نیست. برای هم قد بحث من برای اون نمیگم. تو اول سوال جواب ته که یک چیز ملت میگن، همین مفهوم ملت یا که عباره ملت یا که کلمه ملت چی معنی دارد؟ چی در زیر کلمه ملت خود چی را میبینی؟ اینا من ملت گفتم برای تو، تصادفاً در عقل تو چی میبیو؟ من خودت میدونی ملت چیست؟ من سوال دادستم. من سوال مرا جوابت یا که نه؟ مرا سوال نته. ما مشکلی ما دست گفته سام کی مرا گفته سی کی تو ای بنا میدونی و ملت هم میفروشی. من برات تو میگم که اول مفهوم ملت رو بفهم که چی است و مفهوم حکومت رو بفهم چی است و درک سواد بحثای ما را بگی که ما درباره کی بحث کردیم. آیا من میگم که ملت تاجیک یک ملت است که نمیدونم چشماش کم سرخ است، موش کم سیاه است؟ خب ملت بزه بس همین گپا میگم یا که نه؟ انا این ملت هست. وقتی من دربارش میگم، وقتی من میگم که حکومت اولوی رحمانوف، یعنی که او ملت شده نمیتوانه. رحمانوف در سیمای رحمانوف تو کلی ملت دیده نمیتونی. ما و تو ملت هستیم. رحمانوف خادم و خدمتگار مردم است تا زمانی که صلاحیت داره رهبری کشور است. اگر روزی که از همین منبر رئیس جمهوری رفت، او عضو ملت است. میفهمی؟ ما فهمیدم. پس بحثی سری چرا ما را با او گناهکار میگه شما ملت هم میفروشین؟ ما درباره ملت بار در یگام جا نگفتیم که ملت تاجیک ملت موی سرش سیاه است، گوشاش دراز است، چشماش سرخ است. نمیگیم این چیزا. ما میگیم که داکیم کجا اورا شدگی وای کرده سعی عجیب گاز. خب 2 میلیون دیگه داکیم کجا اورا است، او چی کار بکنه؟ وای کوشش زحمت داره. ای در سال وای وارث پیش 90 سال جنگ وارث در پدر همین 90 نلات دیوانم کرده خاطر همین 90 تونه مردم باور که خودت همون 90 من نمیدونی چی است. کوی 90 قصه کن. ما نمیدونم یک ما خودم 90 قصه کن. مرحمت سال 1992 چی حادثه رخ داد؟ خنده هم ارجام کرد و ارسان سال 1992 چی حادثه رخ داد؟
من اون را تماشا کردم نوارو را پیشینه را که پیش از 92 استقلالت کشور مالی کی بود؟ کی به دست آورد این استقلالت؟ زحمت های کدام جوانا بود؟ رحمانوف؟ مدرام بود. کی بود؟ همین استقلالت کشور در رحمانوف یکم کار داشت یا که نه؟ خانش نه چی چی من کار کرد استقلالت کشور؟ چی کار کرد؟ یگان کس نگیریش مون. میگه که بیراوزی تجربه روزگار بهره بگیر، سلامت باشی، تشکر زیاد. خودت مفهوم استقلالیت ها نمیدونی، خودت نمیدونی استقلالیت تاجیکستان کی به دست اومد، نمیدونی کدام جوانا در این روز جان فدایی کردن، نمیدونی کیا مبارزه بردن، نمیدونی که سال 90 چی است، نمیدونی 91 چی است، 92 چی است، 93 و 94 97 چی است. اصلا تصور و تجربه نداری. نیکیم تو اومده سال 92 97 برای ما گفتی. ما با میگم که سال 92 و 97 برای من هیچ ربطی نداره، فقط یک تاریخی تلخ این ملت در یادها میمونه خلاص. برای من فرق نداره اصلا سال 91 چی شد و چی گذشت. ما زی نسل جدید مردم، ما نسلی هستیم که ترقیات و زندگی مردم دیگر را دیدیم و خلاصه اومدیم که زندگی فقط رب بدن، غلام بدن، یک کس پرستش کردن، از یک سایه و آفتاب و ماهتاب تراشیدن نیست. صلاحیت رفتن و آمدن داره، ساختار رفتن و آمدن داره، ملت باقی میمونه. این آمده سال 91 میگه و تا امروز باز هم میگم هر کسی که در سال 91 دست داشت واقعا اگر تاریخ اثبات کنه که جنایتکار است، فرقی ندارد کدام سالی که نباشد، روزی که این ملت سربلند شد، استقلالیت جدید به دست آورد، رهبری عاقل و عادل به دست آورد، حتما باید اون نفرهایی که سرکار این جنایت ها بودن، فرقی ندارد از کدام طرف بود، باید در نزد مردم جواب دهند، باید در خون ریخته مردم جواب دهند. این از خلاصه من، فکر من. اما در دیگه حالت برای من ربطی نداره دیگه سال 91 و 97. سلامت باشه.